الو آزاد. گفتم الان زنگ میزنی یا یه ترد به زور خودم تا الان نگه داشتم. برات یه خبر خوب دارم. در از خبر خوب برای خودمه اما نتونستم نگم. خب صدات که خیلی خوشحاله. خیر باشه. آسدی و فرهاد قراره بچه دار بشن. آسدی حامله است. واقعا؟ خدا رو شکر. امیدوارم که صحیح و سالم به دنیا بیاد. امیدوارم. ممنونم. همین دیگه. خیلی خوشحال بودم گفتم به تو هم خبر بدم. خوبه. هم برای خبر خوبت و همین که خواستی با منم در میون بذاری خیلی خوشحالم. من دیگه قطع میکنم. صبر کن یه طوری. یه سر بیا اینجا یا اینکه یه جایی هم دیگه رو ببینیم. فردا در موردش. نه باشه بازم تبریک میگم. حالا معلوم شد که چرا فرهاد ما رو فراموش کرده. واقعا که ایدری گفته بود اما من باور نکردم. آزاد خانه. آره وای 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 وای. تو زنی هستی که دیگه نوه داری اصلا خجالت نمیکشی نه؟ حالا تو فکر میکنی من از دست گلسوم عصبانی میشم میرم از دختره معذرت خواهی میکنم؟ نه، دختره به مادرش رفته. خب چی کارش میشه کرد؟ ژن که تغییر نمیکنه. خواهر بفهم از دهن چی در من میاد. همیشه میفهمم چی دارم میگم. زشته زشت. تو عروسی با هم آشنا شدین؟ آره تو دور زمونه ما دخترای جوون بر این که شوهر خودشونو پیدا کنن میرفتن عروسی. مطمئنم هنوزم همین کارو میکنن. اما دخترای جوون نه زنایی مثل تو که نوام دارن. ادب داشته باش. یکم ادب داشته باش. باز شروع کردی به چرت و پرت گفتن. من دارم چرت و پرت میگم؟ گرچه دیگه چیزی واسه ترسیدن وجود نداره. دیگه نمیتونی بچه دارم که بشی. اما فرض کن که بچه دارم شدی. اصلا نگران نباش. میدیش به آبدین برات بزرگش میکنه. تو به خیر و ما به سلامت. تو دیگه واقعا از کنترل خارج شدی. میگم همچین چیزی نیست خواهر. الانم برو بیرون. هست و هنوزم ادامه داره. زوج خوشبخت مام اومدن. آفرین آفرین. امیدوارم که خوشبختیتون دائمی باشه. نشت خوابش میاد. من برم بخوابونمش. گلسوم جون ازت معذرت میخوام دخترم. ترشی رو که هی بجوشونی مگه ازش شکر در میاد؟ چون در نهایت جنسش همینه. مامان تو رو خدا داری چی میگی؟ من چیزی نمیگم پسرم. دارم میگم گلسوم هیچ تقصیری نداره. گلسوم هیچ تقصیری نداره. هیچ. تو بهش توجه نکن. زود بش بریم بالا. اون کار چی شد؟ کدوم کار؟ گفتی داری میری سمت مرگ. اید بهشون حمله کرد. آره به لطف اید خان همه چی ترکید. خب البته برای اینکه جلوی تو رو بگیره بهت شلیک کرد. چاره دیگه ای نداشت. اینطوریه. آره پس اینطوریه. از جنید خبری نیست؟ هم هست هم نیست. منظور چیه؟ اسلحه‌ای که باش جمع زدن اون نیست. آدم جی کالم با اون اسلحه کشته نشده بود. چطور؟ یادت میاد یه نفر بود که به ما گیر داده بود؟ شاهین جیگار. با فرهاد رفته بودیم اونجا همه چی خوب بود. بگذاریم. درسته فرهاد طرفا زد اما منم اونجا بودم کنارش بودم. چطوری همچین چیزی ممکنه فرهاد؟ نمیدونم اما پیداش میکنیم. یکی اون عوضی رو مخفی کرده اما مشکلی نیست. پیداش میکنم. یکی داره ازش حمایت میکنه. تو به وکیل زنگ زدی؟ نه عزیزم. کی میخواستم بهش زنگ بزنم. در ضمن گفتم که زنگ نمیزنم.
ببینم این دکتر دارویی چیزی ننوشت، نسخه چیزی بهت نداد؟ نه، یعنی من که مریض نیستم، حاملم. تو دوران حاملگی نباید قرص بخوری. خب ما که نمیدونیم، چون اولین بارمونه داره بچه‌مون میشه. زنم اولین باره داره حامله میشه. زنی که میخواد ازت طلاق بگیره. ببینی موضوع طلاق دیگه فراموش کن باشه. چرا فراموشش کنم؟ چرا باید فراموشش کنم؟ کیه؟ به تو چه که کیه؟ بله سونا جون. سلام عزیزم. هی میخواستم بهت زنگ بزنم ولی گفتم شاید کار داشته باشی، برای همینم زنگ نزدم. تبریک میگم عزیزم. ممنونم عزیزم. فهمیدین که الان چند هفتشه؟ آره فهمیدیم، 6 هفتشه. آی خدا رو شکر، خدا رو شکر. اصلی اگه یهی تو ببینی هی داره تو خونه راه میره میچرخه میگه من دارم ممنون میشم. بذار گوشی بدم به خودش، با خودش حرف بزنی. باشه بده. الو اصلی. بله عید جون. من دیگه عمو شدم. تبریک میگم. ممنونم. بده یه چیزی یادم رفت. زود باشه، یه چیزی یادم رفت. باشه یه لحظه، سونا داره هلاک میشه، انگار میخواد یه چیزی بهت بگه. من فعلا خداحافظی میکنم. اصلی فرهاد خان کنارته؟ آره کنارمه. صبر کن الان گوشی رو بهش میدم. بله. داداش جون سلام. میخواستم بگم که الان 6 هفتشه. خب ببین 3 ماه اول باید فولیک خیلی زیاد بخوره ها. خب از کجا باید بگیرمش؟ از کجا پیداش کنم؟ نه داداش نباید از جایی بخریش که باید ماهی بخوره، چه میدونم استناژ بخوره، عدس بخوره. نه بیشتر از همه ماهی بخوره. باشه خیلی ممنون. ای والله سونا. میبینم اعتراضی نداشت. برای صبونه بیاین خونه ما. خب اعتراضم قبول نمیکنم. باشه ببین. ببینیم چی میشه. بیاین دیگه. باشه. میبینمتون. چی شده؟ چی میگه؟ میگه فردا صبحونه بیاین خونه ما. الان داریم کجا میری؟ میریم ماهی بخوریم، یعنی یکم گرسنمه، بریم ماهی بخوریم. از من پرسیدی؟ میخوری؟ نه. داری کجا میری؟ میریم ماهی بخوریم. دیگه نمیتونم با سرعت برم. خب دیگه بچه هست. گوش کن چی میگم. اگه اشتباهی ازش سر زد یه گلوله حرومش کنی، از کنارش هم تکون نخور. اطاعت بابا آزاد. تو هم اگه بخوای به من کلک بزنی زنده پوست تو قلفتی میکنم. دستت درد نکنه دایی. دارم میگم ما با همیم. زود باش، گم شو. راستی 2 یا حد اکثر 3 ساعت دیگه برمیگردی. باشه قربونت برم. خسته نباشی. خوش اومدین فرهاد خان. ای والله داداش. میزتون آماده است، بفرمایید. مشکلی نیست. ممنون. شما زحمت نکشین. اون این چیزا رو نمیدونه. برم منو رو بیارم. خیر باشه. چیو نمیدونم. وقتی یه زن میخواد سر یه میز بشینه باید صندلیشو بکشی. خب اون وقت زنه میافته که. همین. اینم طرز نگاه توه. چی بگم دیگه؟ ممنونم. واسه من یه دوبله فولیگاست بیاری، چون زن داداشش اینطوری بهش گفته. ببخشین نمیخوایم. ماهی داریم؟ بله آقا. خب دیگه پس برامون ماهی و سالاد و این چیزا بیارین بخوریم. چشم آقا. ممنون. اینم بردار.
جولی در تو خونه تنها گذاشتی. اگه میخوای بگم رمزون بیارتش. اول بذار زنگ بزنم. الو جولیده. خاله جون کجایی؟ با فرهاد اومدیم ماهی بخوریم. اوه پس داریم با داداش فرهاد تنهایی ماهی میخوریم. پس یه غذای رمانتیکه. آره نپرس، خیلی عالیه. تو خوبی؟ میخوای به رمزون بگم تارم بیاره اینجا عزیزم؟ نه جونم، فکر منو نکن، لازم نیست. من اونجا چی کار دارم؟ من خوبم، دارم با ویلدان حرف میزنم. باشه عزیزم، اگه چیزی خواستی زنگ بزن. باشه، شما خوش بگذرونی. راستی از طرف من داداش فرهادمو ببوس. باشه جونم، دیگه باید قطع کنم. فعلا عزیزم، خداحافظ. حرف آخرش رو منم شنیدم. چی؟ شنیدم چی گفت. پس به همین خیال باش. خب درو واسم باز کن دیگه. همینجوری وایساده نگاه میکنه، اصلا هیچ یادش نیست. ایدیل چه خبر عزیزم؟ من عزیز تو نیستم. نباش، مشکلی نیست. من عزیز زیاد دارم. میتونی بری گراز. نرو، همونجا وایسا. ببخشید. اون اطلاعاتو واسه کی بردی؟ برای داداش با ارزشمون. خب از خونه چه خبر؟ جونت، تو نیومدی که از خونه خبر بگیری. قسمت لذت بخشش اونجاست. این کارو با من نکن. از اون خونه یه سریال در میاد. نامی کار کیو خراب کرده؟ به یه شرط این اطلاعاتو بهت میدم. شرطتو بخورم بگو ببینم. اون داداش با ارزشت کیه؟ و با نامیک چه خصومتی داره؟ اگه کسی هم هست که با نامیک خصومت نداشته باشه. یعنی فکر نمی کنم بشناسیش، اما آزاد داستانلی. اینو باید با دستات بخوری. چنگال منگالو بذار کنار. خودم بلدم، اما دلم میخواد با چنگال بخورم. ای بابا. اشکال نداره، سالادم بخور. تو چی کار میکنی؟ داری به بچه خدمت میکنی یا به من؟ خیر باشه. من چطوری میخوام به بچه خدمت کنم؟ فقط گفتم سالاد بخور، همین. به نظرت جنسیتش چیه؟ یعنی مشخصه؟ نمیدونم، اما امیدوارم دختر بشه. تو دختر میخوای؟ از لج تو دختر میخوای. چرا؟ چون احتمالاً تو پسر میخوای. دروغ میگم؟ خب یعنی چی؟ خب مرد باید بچهش پسر باشه. باشه، منم همینو میگم دیگه. آدمایی مثل تو معمولاً پسر میخوان. اما بگذاریم، بذار پسر بشه. دختر بشه همش بهش گیر میدی. میگن کسی دخترشون نمیزنه، میزنه رو زانوش. تحویل بگیر، دقیقاً در مورد این حرف میزنی. بگذاریم. من فهمیدم منظورت چیه. یعنی طلاق نمیگیریم مگه نه؟ همچین چیزی نگفتم. چی گفتی؟ چیزی نگفتم. باشه، سالادم بخور، زود باش، بدو. اوف پوفم نکن. هم اوف میکنم هم پوف میکنم. خیلی خوب، حالا کن. نمیخوام. دهنتو باز کن. نمیخوام. ولکن. احتمالا نعنا خوبه. بله قربان. بعد از عملیات مقداری پول ضبط کردیم. دوستان پلیسمون همچنان دارن میشمرنشون. نه قربان، با راننده 5 نفر.
2تاشون بدجوری زخمی شدن، 3تاشون هم تو بازداشتگاه، اما چیزی نمیگن. فهمیدم قربان. ممنونم. وظیفمون بود قربان. ممنونم. شبتون بخیر. چی شد عزیزم؟ چی شد؟ هیچی، در مورد اون عملیات حرف میزدیم. بهت افتخار میکنم. عوض جان خوابید؟ اینطوری نگام نکن دیگه. چطوری؟ اینطوری دیگه. اوف، باز سرخ شدم نه؟ بیا اینجا ببینم. از بزرگای قدیمیه، دوستان اینطوری میگن. از اون آدمای خوبه. با رئیس یه قمارخونه به مشکل خورده، بعدش طرف یه قاتل کرایه کرده و زن اینو کشته جلوی چشم دخترش. دایی طرف رو پیدا کرده، حلش کرده، اما قاتل رو پیدا نکرده. تا کار اونو تمام نکنه نمیخواد از این دنیا بره. همین. آزاد داستانلی. ببینم کی هستی؟ من به این راحتی ها به اینجا نرسیدم ایدیل. خیلی سختی کشیدم. یه رئیس قمارخونه بود که من به خاطرش آدم کشتم. رفتم خونه رقیبم، زنشو کشتم. حیف شد، واقعا خیلی حیف شد. کجا داری میری؟ تازه داشت خوش میگذشت. منتظر خبر من باش. تا آخر عمر منتظرت میمونم جونم. با شماره جدیدم بهت زنگ میزنم، سیوش کن. هر از گاهی تونستی مسیجی چیزی بده، یه جوکی بده، بابا دلمون گرفت. نامی خان خوش اومدی. میخوایم براتون قهوه درست کنم؟ نه من حلش میکنم. بقیه کجان؟ رفتن تو اتاقشون. اگه امری ندارین؟ ندارم، ممنون. شبتون بخیر. شب بخیر. شب بخیر. پس بد جوره گیر افتاده. خوبه خوبه، حقش بود. چطور بود دایی؟ خبر خوبی بود مگه نه؟ آره دیگه، نگاه کن ببین، خبر خوب که میشنوی رنگ و رود باز میشه. تو این دارو مارو رو بیخیال شو، نیازی نیست دارو بخوری، من خودم داروت میشم عزیزم. نگه خدایا منو ببخش، این دهن گشاد از اینجا ببرین. یه لحظه دایی قربونت برم. من بهت میگم تپه طلا نامی چه کارو که نمی کنم برات، بعد اون وقت منو میندازی مثل سگ توی انباری. ویلا به این بزرگی داری؟ یعنی یه اتاق خالی نداری؟ یه جنید اینقدر برات زیادیه؟ برای اینکه اعتماد تو به دست بیارم هر کاری دارم میکنم دیگه. اینو ببرین توی اتاق، اما جلوش یه آدم بذارین. دمت گرم دایی.
زهرمو ترکوندی. تو هنوز اینجایی؟ شایدم نمیتونم از تو دور بمونم نامیک. اینجا نه جاشه نه وقتشه. اگه بدونی به چه چیزایی فکر میکنم میفهمی هم وقتشه هم جاشه. شبت بخیر باشه. نامیک خونه است؟ چند دقیقه پیش اومدن. یکم مسته. تو آشپزخونه است. میخواستم بهت شب بخیر بگم. پس بگو. شب بخیر. شب تو هم بخیر. وایسا، این مسخره بازیه. فوراً برو، باید فوراً از اینجا بری. اصلا فکر نمی کنم. حدس میزدم دلتنگم بشی. سخت نبود. اما چرا دروغ بگم؟ فکرشو نمیکردم اینقدر سریع تماس بگیری. برو از آزاد بپرس ببینم اسم زنش آلبینا بوده. تو زن آزادو میخوای چی کارا؟ ازم سوال نپرس، کاری که گفتم انجام بده. باشه بابا، چرا ناراحت میشی شریک؟ میپرسم اما اگه میخوای چیزی بفهمی دلیلشم بگو تا من بدونم. میدونم قاتل زنش کیه. مگه طرف در به در دنبال قاتل زنش نیست؟ هست. خب دیگه اگه اسم زنش آلبیناست قاتلش نامیکه. چی؟ شنیدی دیگه. برو از آزاد بپرس. تو دختر بمب منی، بمبی. باشه الان میپرسم.
دایی تو هنوز کفه مرگتو نذاشتی پسر؟ خبر مهمی دارم. خب بگو. اسم زنده خدا بیامرز آلبینا بود؟ چی؟ زن خدا بیامرز من به تو چه ربطی داره؟ دایی آلبینا بود یا نه؟ موضوع خیلی مهمه. گیریم همینطوره. به تو چه مربوطه؟ اگه بگم میدونم کی زنتو جلوی چشم دخترت کشته چی؟ منو ببین، این موضوع اصلا شوخی بردار نیست. شوخی نمی کنم دایی. بگو. اگه اسم زنت آلبیناست قاتلش نامیکه. چی؟ تو اینو از کجا فهمیدی؟ منبع موثق. نامیک وقتی مست بوده به ایدیل گفته، اونم الان زنگ زد به من گفت. زوج عاشقمونم اومدن. جولیده اینطوری تو خونه نگرد. فکر کردم همه خوابن، گفتم همینجوری بیام آب بخورم، اما حق با توه خاله. ببخشید. شب بخیر. اگه اسم زنت آلبیناست قاتلش نمیشه. نمیخوای پایین بخوابی؟ طلاقت میدم. فردا به وکیل زنگ بزن. لزومی نداره. به نظر منم نداره. به اون بالش دست نزنی ها. تو هم به من دست نزنی ها. نترس، دست نمیزنم. ما هم دست نمیزنیم. خوبه. خوبه.
تو اتاق من چی کار میکنی؟ ببین دختر جون، اگه یه بار دیگه تو رو نزدیک نامیک ببینم میکشمت. شنیدی چی گفتم؟ میکشمت. هر کاری از دستت برمیاد بکن عزیزم. آزاد چی شده؟ یتر میبخشی؟ چیزی شده؟ میبخشی تو رو تو این ساعت بیدار کردم. بگو چی شده؟ فقط خواستم صداتو بشنوم. همین. خب دیگه، شبت بخیر. آزاد. الو. طلاقت میدم. بله؟ یادت گفتی خودتو نشون بده؟ نخواستم بیشتر از این منتظرت بذارم. ماشین جلوی دره، بیا تا با هم صبحونه بخوریم. شنیدم وضعیت تو هم خیلی خوب نیست. شاید من بتونم مشکلتو حل کنم. زود باش، منتظرتم. چه خبره؟ چرا بالشتو برداشتی؟ دارم از تو میپرسم چی شده؟ چرا بالشتو برداشتی؟ چی شده؟ چه بالشتی بابا؟ تو برداشتی، ببین اونجاست. من چیزی بر نداشتم. ای بابا، چرا باید بالشتو بردارم؟ بیا بگی.
مطمئنم تو برداشتی. فرهاد باشه میدونم قرار طلاق بگیریم. نه اونو نمیگم. پس چیه؟ حالتو میگیرم اما البته اگه بتونم. نمیتونستم شامپو رو پیدا کنم، الان پیداش کردم. قراره برای صبحونه بریم خونه ایتینا. اینجوری بالش رو برمیدارن، نمیذاره بچه‌مون رو بغل کنیم. نامی خان صبح بخیر. این نامی کاوزی. اما میدونی من تعجب نکردم دایی. یعنی از این نامیک هر کاری برمیاد این کارم انجام میده. دیدی مگه نه؟ یعنی خدا بیامرز زنداییم چند ساله که مرده اما قاتلشو پیدا کردم، اونم نامیک از آب در اومد. بگذاریم دایی یکم دیگه میاد اینجا. تو همینطوری رو صندلی بشین، منم سمت راست پای نیستم. اون سگ صفت بیاد جلومون زانو بزنه. خواهش میکنم دایی. ها؟ صبح بخیر بابا. صبح بخیر پهلوون من. اخ. صبح بخیر عزیزم. صبح بخیر. دارن میان دیگه؟ آره دارن میان. همین الان به داداش فرهادم زنگ زدم، تو راهن. خوبه. چیز گیت کاش میرفتی از این قنادی کوچه پشتی چند تا برک میگرفتی عزیزم. باشه الان میرم. باشه دیر نکنی یا سری بیا چون تو راهن، الان میرسن. باشه. خوش اومدی دایی. بذار آشناتون کنم، دایی آزاد. خوش اومدی. ممنون. خدا رو شکر هم دیگر رو دیدیم. ها؟ تو کی هستی؟ گفت دیگه. من آزاد دستانلیم. تو کسی رو به اسم آزاد داستانلی میشناسی؟ نه نمیشناسم.
تو اینجا چی کار داری؟ منو یونانیا قبول نکردن دایی. چی کار میکردم؟ منم برگشتم. یه ترا از کجا میشناسی؟ یه آشنایی مهمتر از یه تر داریم. کی؟ آدمی که باعث شد دخترم ازم متنفر بشه. اونم تویی. اون یادداشتاتو فرستادی؟ چه یادداشتی؟ بگذاریم بالاخره پیداش میکنم. دخترتو نمیشناسم. درسته، نمیشناسی، چون وقتی که تو آلبینا رو کشتی اون خیلی کوچیک بود. خوش اومدین. مامان چی شده؟ بابام کجاست؟ من بابامو میخوام. باشه الان میاد پسرم، میاد الان میاد زود باش پسرم، برو تو اتاقت برو. داداشم دادستانیت کجاست؟ بفرمایید در سوم از سمت راست. فرهاد صبر کن. داداشم چطوره؟ شما کی هستین آقا؟ من داداششم، داداش دادستانیت. لطفاً بذاریم برم تو، بذاریم برم تو، لطفاً بذاریم برم تو. باید داداشمو ببینم. نمیتونم اجازه بدیم. خواهش میکنم وایسا یه دقیقه آروم باش. ببین خواهش میکنم فرهاد، پلیسا داخلن، حالش بد بود میفهمیدین. خواهش میکنم فرهاد اینطوری نکن. اون بیرونیه داداششه؟ بله فرهاد اصلان. اگه لازم باشه چند نفر دیگه دم در بذاریم. کسی نباید نزدیک این اتاق بشه تا 1-2 ساعت دیگه مجرما رو میگیریم. به بچهای بیرون هم بگو که حواسشون جمع باشه. چشم قربان. ورودی‌ها رو بستیم. وضعیت آقای دادستان چطوره؟ فلا بدور، مشکل خاصی نداره. ممنونم. بله آقای دادستان، فهمیدن که عملیات بر عهده شما بوده. شما تو هدفشونین، احتمالاً بهتون حمله میکنن. بچه‌ای که اطراف خونتون هستن متوجه شدن یه ماشین مشکوک اونجا پارک شده. فهمیدم، خوبه. به جای اینکه ما اونا رو پیدا کنیم، اونا ما رو پیدا کردن. مراقب باشین آقای دادستان. باشه، ممنون.
عزیزم بله. هنوز آماده نشدی؟ آمادم، دارم میام. زود باش دیگه، الان میام. باشه، اومدم. خوش اومدیم قربان. بلا به دور باشه. ممنون. وضعیت چطوره؟ هیچ کس نمیدونه شما رو به این اتاق انتقال دادیم. طوری وانمود کردیم که انگار تو بیمارستان دیگه هستین. احتمالاً افرادی که دنبالتونن برای تموم کردن کارشون دوباره برمیگردن. اون موقع ما هم کار اونا رو تموم میکنیم. خوبه. از همه چیز منو با خبر کنین، باشه؟ آقای دادستان، متاسفانه نمیتونیم بهتون خبر بدیم چون دیگه از عملیات خارج شدیم. چی؟ راستش آقای دادستان، کمیته عالی با توجه به دلایل خاصی این تصمیم رو گرفتن. اصلا شما متوجه هستین که منو دارین تهدید به چه چیزی میکنین؟ چون شما اولین افراد مظنون رو برای بازجویی نخواستی و پرونده رو به خوبی بررسی نکردین، این تصمیم گرفته شد. من واسه دستگیری نامیک امیرخان تمام عمرمو دادم. متاسفانه تصمیم گرفته شده اینه. برای موفقیت در این عملیات شما و خانواده‌تون رو برای یه مدتی خارج از استانبول میفرستیم. برای همین برای شما یه ماشین در نظر گرفتیم و یه جایی برای اقامت. گفتم بهتون اطلاع بدم. تا یه ساعت دیگه حرکت میکنیم. فهمیدم. پس تصمیم گرفته شده. باشه. منو دورم کنی. من از این پرونده کنار بذاریم. اما قسم میخورم تنابه داره نامیک امیرخان رو خودم میکشم. این عوضی رو توی جای مناسب دفن کنین. احتمالاً افرادش خیلی وقت پیش با خبر شدن. زود باشین. داییه. میپرسه چی کار کردی؟ دایی. البته تو نگران نباش، من حلش میکنم دایی جون. تو نگران نباش. فهمیدم دایی. باشه حتما به روی چشمم. باشه حتما به بچه‌ها میگم. باشه فعلا. خداحافظ. بابا چی میگه؟ میگه یکم منو تنها بذاری. خب حق داره. این عوضی رو میبینی؟ همین عوضی قاتل آلبینا خانم بود. چی؟ بله. از چی فکر کردی؟ برای همین بابا آزاد این بلا رو سرش آورد. شما هم فعلا مزاحمش نشین. هی نریم پیشش. بذارین یکم تنها باشه. باید بریم حلش کنیم. ببینیم کجا و چجوری باید اینو چالش کنیم. ها؟ ببین من ماشین رو میرونم اما تو باید قبر رو بکنی. پس زنش کجاست؟ داداشم اون تو خوابیده، پس زنش کو؟ وایسا ببینم. وایسا. سونا داره زنگ میزنه. الو سونا. سلام آسلی. ما بیمارستانیم، تو کجایی؟ خوبی؟ آره خوبم. میتونین بیاین اینجا؟ چی؟ نفهمیدم. ایت اینجا؟ ایت خوبه آسلی. باید حرف بزنیم، منتظرتونم. میگه ایت خوبه، باید حرف بزنیم. بیاین. من نفهمیدم. حال داداشم خوبه؟ نمیتونیم بهتون اطلاعات بدیم. بریم. چی داری میگی؟ سونا چی میگه؟ یعنی چی بیاین خونه؟ چه میدونم، گفت بیاین ایت خوبه. هولیا چه خبر؟ با این عجله داری کجا میری؟ هیچی، دارم کارامو انجام میدم. اونی که دستته چیه؟ چیزی نیست. زود باش بگو دیگه، مگه اطلاعات دولتیه؟ برای هاندا خانم فرستاده بودیم برای تعمیر، اونا رو آورده. آها، یعنی جواهراتشه؟ بله. میشه ببینمشون؟ خواهش میکنم، فقط یه بار. به خدا بهشون دستم نمیزنم. برای چی میخوای ببینی؟ آخه من تا حالا تو عمرم یه بارم جواهر از نزدیک ندیدم، به غیر از ویترین جواهر فروشی ها. ندیدم. خیلی کنجکاوم. خواهش میکنم فقط یه بار ببینمشون. چشام برق افتاد. خیلی خوشگلن. خیلی. خب دیگه دیدی بسه. راست میگی.
فقط میتونیم نگاه کنیم. بالاخره این چیزا مال پولداراست، به ما نمیاد از این چیزا داشته باشیم. دقیقاً همینطوره. راستی هولیا، اسم این دوستت چی بود؟ رمضان بود داره؟ زبون باز کرده پایین داره دنبالت میگرده، بهتره یه سر بهش بزنی. من که چیزی نشنیدم. شاید من اینطوری فکر کردم، اما من بودم یه سر میزدم. باشه برم ببینم. اینا رو بدم به هاندان خانم، دستم خسته شد. هاندان خانومم پایینه، هم بهش میدی هم یه سرم به رمضان میزنی. باشه ممنون. ای بابا، حتما اشتباه متوجه شده. خوش اومدی. ممنون. نامیک خونه است؟ نه خانم، هنوز نیومدن. باشه. فعلا نمیتونم با تو حرف بزنم. باشه جواب نده جنید خان. بالاخره همدیگر رو میبینی. راستش به منم نمیگن یه تو کدوم بیمارستان بردن. یعنی به خاطر مسائل امنیتی باید مخفی بمونه. اشکالی نداره، حداقل اینو میدونم که حالش خوبه. این خیلی مهمه. کسایی که این کارو کردن حتما دستگیر میشن و مجازات میشن. نگران نباش. باشه؟ من نمیخواستم اینطوری بشه. نمیخواستی اما شد. تو همیشه کارایی که نمیخوای میکنی، مگه نه داداش فرهاد؟ منظورت چیه؟ منظورم ییت واسه محافظت از تو خودشو انداخت تو آتیش. تو رو لو نداد. احتمال داشت بمیره. اگه پلیسا به موقع دخالت نمی کردن ممکن بود بمیره. چرا؟ برای چی؟ ها؟ برای چی؟ آروم باش سینا جون. کافیه اصلی. من همیشه از دست ییت عصبانی شدم. گفتم اونا خانواده‌تن، ازشون نباید دوری بکنی. اما ییت حق داشت. من اشتباه کردم. از وقتی به شما نزدیک شد همش تو دردسر افتاد. من دیگه خسته شدم. واقعا من دیگه خسته شدم اصلی. خواهش میکنم از ما دور باشه. واقعا چیز دیگه ای ازتون نمیخوام. اما اینطوری هم نمیشه. آسلی خواهش میکنم. آسلی ببین، معذرت میخوام اما خواهش میکنم. من از این به بعد فقط میخوام به فکر خانواده خودم باشم. آسلی به نظرم تو هم همین کار بکن. به فکر بچه‌ای که تو شکمته باش. نمیدونم شوهرت چی کار میکنه و تو کدوم راهه. اینم نمیدونم که تصمیم تو چیه. اما به نظرم تو هم خوب بهش فکر کن.
تمام شد. تموم شد. باشه الان میام. اوز جان زود باش پسرم. اوز جان ماشین دم دره، زود باش. وای اینو ببین، خیلی قشنگه. یعنی چقدر میارزه؟ هاندان خانومو بگو چه گنجی دور خودش جمع کرده. این دیگه چیه؟ این تست دی ان ایه. نتیجه آزمایشات گرفته شده. اوه، با فرهاد اصلان 99% مطابقت نشون میده. خبر رو ببین. خاله بیچاره چقدر خوش خیالی. ما دیگه نیست. سونا دارین کجا میرین؟ یه خبر داره؟ دیگه چیزی بهت نمیگم داداش فرهاد جون. از این به بعد ما دیگه نه ربطی به تو و نه ربطی به خانوادت داریم. پلیس از همون محافظت میکنه. لطفاً دیگه با ما کاری نداشته باشه. از همون دوری کن. اجازه بده ما هم تو امنیت باشیم. این الان چی گفت؟ از همون دوری کن موری کن منظورش چیه؟ شنیدی دیگه فرهاد. این یید کجاست؟ این یید کجاست؟ تلفنش خاموشه. الکی زنگ نزن چون نمیتونی باهاش صحبت کنی فرهاد. در دسترس نیست. پلیس دنبال کارشه. رمزون هر جا هستی سری خودتو برسون جلوی در خونه ییتینا. باید اون کسایی که به ییت شلیک کردن رو پیدا کنیم. زود باش. ول کن تلفنو. رمزون لازم نکرده بیای، فهمیدی؟ هیچ جا نمیخواد بیای. گفتم پلیس پیگیره. چه پلیسی؟ بذارم پلیس کسایی که به داداشم شلیک کردن رو پیدا کنه؟ چی میخوای به پلیسا بگی؟ رفتم به کسایی که با داداشم این کارو کردن شلیک کردم؟ دقیقاً همینطوره. چون مسئول عدالت دنیا تو یاره فرهاد. ها؟ تو باید همه چی رو حل کنی یاره؟ بذار پلیس حلش کنه. ببین یه لحظه میاد. دنبال تو بودم ولی پیدات نکردم. کار دارم، باید برم بیرون. چی شده؟ چرا اینطوری شدی؟ همینطوری گلسون. پشیمون شدی مگه نه؟ پشیمون شدی که بهم گفتی دوستت دارم از دهنت در رفت. اینطوری نیست گلسون. پس چیه؟ پس چرا الان اینطوری شدی؟ دلت واسم سوخ فکر کردی دوستم داری. ازم خجالت کشیدی که باهام ازدواج کردی. نمیتونی منو بذاری کنار، نمیتونی باهام ازدواج کنی. آره الانم نمیدونی باید چی کار کنی. درسته، نمیدونم باید چی کار کنم. نمیدونم با دوست داشتنت بسوزم یا پا رو قولم بذارم و بسوزم گلسون. هر دوتاشم آتیشم میزنه. فرهاد پسر خاله گوش میدم. ببین من بیاییتم گفتم من خواهرتو ازت نمیگیرم، اون پیش من امانته. باشه درک میکنم، اما منم دارم عذاب میکشم که ازم فرار میکنی. گلسون بعضی وقتا فرار کردن خیلی بهتره.
میشه بگی چی به دست میاری؟ حالا هرچی وسط خیابون سر من داد نزن. ساکت شو. تو ساکت شو. اونا باید بفهمن که نمیتونن به هر کسی شلیک کنن. باید بدونن که ما کی هستیم. باشه برو اما بی زحمت منو تا خونه برسون. میشه؟ بعدش دیگه خدا میدونه تو زندان ببینمت یا سر قبرت بیام. کدومشون بهتره؟ تو انتخاب کن فرهاد. من راه خودم رو انتخاب کردم. راه خودتو؟ آره راه خودمو. پس راه ما چی میشه؟ بحث تمومه دکتر. شنیدی؟ بحث تمومه. مگه تو به جنید شلیک نکردی؟ زود باش جواب بده دکتر. مگه اولین بار اسلحه دستت نگرفتی و به شلیک کردی؟ چرا؟ چون اون برادرت بود. چون جیگرت آتیش گرفت. اینم داداشمه. کسی نمیتونه به شلیک کنه. اما من سگ پشیمونم. فهمیدی؟ مال من یه لحظه غفلت بود. شایدم اون گناهی نداشته. نمیدونم. داداش من مرد فرهاد، مرد. اما خدا رو شکر اینیت هنوز زنده است. مشکل تو چیه؟ مشکلم زیاد حرف زدن توه. از این به بعد من دیگه اصلی سابق نیستم. نمیتونی بهم دستور بدی. سوار شو. تو دیگه یه پدری. کی میخوای از ما محافظت کنی؟ هر وقت از این جنگ جون سالم به در بردی؟ چی شد؟ چی شده؟ خوبی؟ چی شده دختر؟ ها؟ زود باش سوار شو. زود باش سوار شو. فرهاد خواهش میکنم بچه‌مون چیزیش نشه. خواهش میکنم. باشه نگران نباش. بچه‌مون چیزیش نمیشه. نگران نباش اصلی. خیلی خوب طاقت بیار. میدونی چیه؟ جای خوبی پیدا کردیم ها. به خدا راست میگم. فقط سگ و گرگ میتونن اینو پیدا کنن. اونم تموم شد. تموم شد؟ چجوری تموم شد؟ چجوری تونستی تنهایی تمومش کنی؟ میخواستم بهت کمک کنم. بگذاریم. بیا کمکت کنم اینو از صندوق درش بیاریم. بیا عزیزم بیا. حلالم کن یا حلالم کن باشه. بیا. چرا اینقدر طولش دادی؟ خواهش میکنم دایی این چه حرفیه؟ سال هاست دنباله اون نامردیم که بزنم شلیک کرده، اما الان جلوم بستده. کار تمومه نامیک امیرخان. بای بای دادی جان. این چقدر سنگین بوده. دیدی؟ معلوم نمیشه کی دعای آخر کیو میخونه. بین خودمون بود.
اینم حله. دایی بعد از اینکه انداختم تو صندوق تا 3 شماره بعد بهم زنگ بزن باشه؟ خودت چالش کن. چالش میکنیم دایی، چالش میکنیم، روشم خوب میبندیم. ما حالا با هم کار داریم اگه نه؟ الان چطوری؟ خوبم اما خیلی ترسیدم. نترس. همین. چی همین؟ یعنی نترسم. من کنارتم. آدمای عادی از این چیزا میترسن فرهاد. زود باش چشاتو ببند ببینم. یکم استراحت کن. چشاتو ببند. وقتی حرف گوش گم میشه خیلی خوشگل‌تر میشه، میدونستی؟ پس تو حتما خیلی زشتی. مشکلی نیست. خانم دکتر، وضعیت اصلی خوبه؟ بچه چطوره؟ فعلا خوبن. یعنی چی فعلا خوبه؟ فرهاد خان، حاملگی اصلی خانم ریسک بالایی داره. احتمال داره مشکلاتی به وجود بیاد. من این چیزا رو نمیفهمم، یعنی اصلا سر در نمیارم. حال بچه و اصلی خوبه؟ اینو به هم بگین. حالشون خوبه خانم دکتر؟ اصلی خانم خطر سقط جنین داشتن. چه سقطی؟ فعلا حال هر دوتاشون خوبه، اما اصلی خانم باید یه مدتی استراحت کنن. برای همین باید یکم بخوابن. میخوابه. مشکلی نیست. یعنی با این موضوع مشکلی نداریم. اون به خوابیدن عادت داره. باشه، ایوالله. خواهش میکنم. وای دایی دیدی چجوری کشتمش؟ ها؟ دیدی چجوری اون عوضی رو کشتم؟ دیدی چطور قشنگ حلش کردم؟ آره؟ من عجب آدم زرنگی بودم ها؟ به خدا بعضی وقتا از خودم تعجب میکنم دایی جون. اگه اجازه میدادم من درس میخونم تا کره ماه میرفتم. اما حساب اینو ازت پس میگیرن. کی میخواد بپرسه؟ چجوری میخواد بپرسه دایی؟ یه دختر داشته که اونم رفته بابا، فوقش فاتحه براش میخونیم. سگ صفت منو مجبور کرد فاتحه خودمو بخونم. بازم تو حواست باشه. کی میخواد به من آسیب برسونه دایی؟ منظورت آدمای دم درشن؟ به محض اینکه بفهم دایی مرده، هر کی وسایل با ارزشو برمی‌داره و فلنگو میبنده و از اونجا میره. کی میمونه؟ کی میخواد به من آسیب برسونه؟ ای بابا، تو هم به لطف من جون سالم به در بردی. یه خوبی در حقم میکنی مگه نه؟ چه خوبی میخوای؟ دایی احساس میکنم باری که رو دوشمه خیلی سنگینی میکنه. باید یکم راحت بشم. موضوع جن ایت خان دنبالمه. گرچه اسلحه رو عوض کردم، مدرکی دستش نیست، اما راستی جونه، تو چطوری تونستی اونو حلش کنی ها؟ یه جوری حلش کردم دیگه. نکنه یکی رو فرستادی تو خونه؟ فکرت خوب کار میکنه. بگو ببینم چطوری کلک زدی؟ اونجاشو بیخیال دایی، حالا یه کارش کردم دیگه. درسته فکر من خوب کار میکنه، اما هیچ کس قدرمو ندونست، هیچ کس بهم اهمیت نداد. کم مونده بود فاتحه‌تو بخونیم ها؟ دست راست کجاست؟ نیست؟ کجاست؟ حتما باز دنبال زنشه. کارش درسته به خودم. جنید اینقدر حرف نزن. راست میگم دیگه دایی. دروغه؟ دایی یه مدت منو مخفی کن باشه؟ یه مدت مخفیم کن، بذار کاملا آب از آسیا بیافته.
این موضوع بچه دزدی و موضوع جیم، بعدش هم منم مثل داماد خوب و بیگناه برمیگردم به خونه. ببینیم چی میشه جنید، ببینیم چی میشه. نبین دی انجام بده. چی میگی؟ یعنی نمیتونی از پسش بر بیای؟ از این به بعدم بدون باید به کی اعتماد کنی. اگه میخواین بچه و آسلی خانم خوب باشن باید خیلی مراقبش باشین. آسلی خانم نباید ناراحت بشن، اصلا نباید استرس داشته باشن، باید شاد باشن. خلاصه کلام این که باید همسرتون رو لای پنبه نگه دارین فراد خانم. آسلی خانم زن خیلی قویه، بقیه‌اش رو بسپارین به خودش. شما فقط بهش محبت و عشق بورزید، همین کافی. فراد میشه ما رو بل نکنی؟ من اینجام، نگران نباش، جایی نمیرم. یه سوال بپرسم. بپرس ببینم. به نظرت خوشگل میشه یا زشت؟ چی بگم؟ تو چی میخوای؟ هر چی میخواد باشه. میخواد خوشگل باشه یا زشت باشه، مثل تو قلبش قشنگ باشه، مثل باباش قوی باشه، لجباز باشه، مثل مامانش باشه. بد اخلاق، لجباز، دیوونه. ای والا. چه خبر؟ هیچی، سلامتی. انگار یه چیزی شده. حوصله نداری. چی شده؟ نه چیزی نیست. واسه ازگه ناراحتی؟ آره؟ نمیتونه باباشو ببینه. به اون فکر میکنی درسته؟ آره خب این هم هست، درسته. رابطه خالم و داداش فرهادم یه طوریه، همش دعوا میکنن. اما به نظرم تقصیر داداش فرهاده. داداش فرهاد اولش بچه رو نمیخواسته، میدونستی؟ نمیدونستم. به نظرم حتما یه چیزی هست. به هر حال عاشقم شدن و ازدواجم کردن. آدم از کسی که دوستش داره نمیخواد بچه داشته باشه؟ بچه دیگه ای هم که نداره. واقعا نمیدونم جولیده. ها خاله بیا ببینم اینجا نشستین دارین در مورد چی حرف میزنین؟ در مورد عشق حرف میزنیم، بچه دار شدن و از اینجور حرف. نه جونم، همینجوری داشتیم حرف میزدیم. یه سر به اصلی زدم اما خواب بود. ترسیده بلایی سر بچه بیاد. خدا نکنه دخترم. باز خدا کیو از چی حفظ کنه؟ همه رو از تو حفظ کنه کافیه خواهر. خیلی خنده دار بود مهمون. ببخشید که خندیدم، کار درستی نکردم. اما قبول کنین هاندان خانم شوخی قشنگی بود. البته من حوصله‌ام سر رفته، میرم یکم هوا بخورم. ویلدان زود باش، تو هم بیا. بشینین سر جاتون. چه بیرون رفتنی؟ تازه ویلدان از این کارا خوشش نمیاد. نه هاندان خانم، یعنی زن متأهل تو این سن و سال باید از شما اجازه بگیره؟ آره ویلدان. من مادرشم، معلومه که باید از من اجازه بگیره. جولیده جون بیا با من بریم، یکم هوامون عوض میشه. نمیدونم چطوری میخوای هواتو عوض کنی. جولیده زود باش بیا بریم، هر جا بریم بهتر از اینجاست، مطمئنم. خوش باشی. کجایی جنید؟ کجایی؟ نامیک؟ چی شده ایدی؟ انگار هیولا دیدی؟ نه فقط یه لحظه ترسیدم. ببینم چیزی شده؟ چیزی نیست. بیا فرهاد. پس من شما دوتا رو تنها میذارم. بگو دایی. شنیدم چه بلایی سر ایت اومده.
خب اما تو اینجایی؟ پلیس داره به این موضوع رسیدگی میکنه. همه چی رو سپردی به پلیسا؟ میگم اینطوری شد. موضوع جنیدم میخوای بسپاری به پلیسا ها؟ نمیخوای انتقام برادر زن تو بگیری؟ هنوز اون عوضی رو نتونستن دستگیر کنن. چی شد یاد جنید افتادی؟ خیر باشه. بهش اصلا فکر نمیکنی؟ گلوله‌ای که از بدن شاهین جیگالی در آوردن با گلوله‌ای که از بدن جم در آوردن یکی نیست. یک کاسه زیر نیم کاسه هست. بالاخره میفهمم. یه چیزی بهت بگم، جنید عوضی اون اسلحه رو گم و گور کرده. چطور میتونه این کارو بکنه؟ فکرای بدی به ذهنم میرسه. یا یواشکی وارد خونه شده یا یکی تو این خونه بهش کمک کرده. یعنی میگی تو این خونه کسی هست که اینقدر جرأت داشته باشه به اون کمک کنه؟ میگم احتمالش هست. اگه باشه حتما پیداش میکنیم. این چه اصراریه؟ چقدر زنگ میزنی عشقم؟ کجایی جنید؟ نامیک اومده خونه، چه خبره؟ ببین دخترم، نقشه ها عوض شد. اون پیرمرده میخواست نامیکو بکشه، من خودشو کشتم. آزادو کشتی؟ آره دیگه. اما نگران نباش باشه. به دایی موضوع جاسوسی تو نگفتم، وگرنه الان تو هم همراه آزاد باید دفن کردی. خوبه، آفرین به تو. آفرین؟ تو دیگه داری خیلی لوس بازی در میاری. یعنی چی آفرین مافرین ها؟ دختر یادت داشتی ازم سوء استفاده میکردی؟ حالا تنابا جاشون عوض شده، دست من افتاده. به زودی این دوری‌ها تموم میشه، برمیگردم پیشتون. خب دیگه فعلا. الو خدا بگم چی کارت کنه. کیه؟ یکی از دوستام از کلوبه. بله هالدون. که انگار مزاحم شدم. این موضوع بخشش ما چی شد؟ بله حلش میکنم. به محض اینکه حلش کنم با تماس میگیرم. حلش کردی خبر میدی، اما تو 1 روز یا 2 روز بهم بگو دایی جون. گفتم که حلش میکنم. من خودم با تماس میگیرم. خیلی خوب باشه، پس 2 روز بهت وقت میدم. اینقدر بهم زنگ نزن، خودم با تماس میگیرم. خیلی خوب باشه. عوضی. این خط حلش کنه. به هر حال من که میدونم چجوری وارد این خونه بشم. میدونم. غذا رو بذاریم بریم بیرون. البته فرهاد خان. چه خبره فرهاد؟ کی با جنید حرف میزنه؟ صدای چنگل منگل نشنوم. با همتونم جواب بدین. این چه حرفیه؟ کی میخواد با اون کلاهبردار حرف بزنه؟ این دیگه از کجا در اومده فرهاد؟ تو این خونه یکی داره با جنید حرف میزنه، بهش کمک میکنه. اون کیه؟ یعنی چی بهش کمک میکنه؟ اون کیه؟ خیلی خوب، من بالاخره اونو پیدا میکنم. یعنی الان نمیخوایم بگیم با جنید حرف میزنین؟ آره باشه نگین، مشکلی نیست. اما من اونو پیدا میکنم. وقتی هم که پیداش کنم همتون خوب میدونین باش چی کار میکنم. میفهمم کی تو این خونه بهش کمک میکنه. این دیگه از کجا پیدا شد؟
از وقتی تو ازدواج کردی هر کس و ناکسی وارد خونمون میشه. نمیدونم ابرو بود، خواهرزادش بود. تو خودت اونو پیدا کن بیار، ما همه با هم رو صورتش توف میندازیم. اون جانیدو میگم. نیازی نیست عصبانی بشی آبجی. فرهاد یه سوال پرسید، اگه جواب این سوالو میدونین بگین، اگه نمیدونین ساکت باشین. خیلی خوب ساکت میشیم. هنوزم دارین سکوت میکنین؟ همتون سکوت میکنین؟ پس دیگه خودتون میدونین. اگه کسی که این کارو کرده پیدا کنم خیلی بد میشه. اصلی در مورد این موضوع چیزی نمیفهمه. اگه کسی بخواد اصلی و اذیتو ناراحت کنه، من بدتر اذیتش میکنم. ازالان به همتون گفته باشم. الان این موضوع دیگه تمومه؟ تموم نشده. چی شده؟ چرا بلند شدی؟ خسته شدم، از بس خوابیدم. یکم هم گرسنمه. خیلی خوب، باشه بیا یه چیزی بخور. نوش جون همگی. مشکلی پیش اومده؟ نه، انگار اینا بیرون غذا خوردن، میل ندارن. تو غذا تو بخور، تو خودتو سیر کن، مشکلی نیست.